مستقیم ما نوشته است: رفتم به غریبی و دلافگار شدم، محتاج دری خانه پولدار شدم، دور از پدر و مادر غمخوار شدم. ارکچه آچه بودم. خبرگزاری دولتی ریا نووستی روز 25 مارت نوشته است: روسیه از آغاز ماه اپریل، یعنی از 1 اپریل، پروازهای منتظم را با تاجیکستان و آلمان، ونزوئلا، ازبکستان و شریلانکا برقرار میکند. تاتیانا گالیکووا، معاون نخست وزیر روسیه، روز پنجشنبه به رسانه‌های روسیه گفت تصمیم باز کردن پروازهای منتظم با تاجیکستان و 5 کشور دیگر را میخائیل میشوستین، سروزیر این کشور، در جلسه ستاد مبارزه با ضد کووید 19 اعلان داشت. هفته یک مرتبه بین شنبه مسکو